رسول خدا علیه السلام میفرمایند که انسان ها فردا روز قیامت یک قدم گذاشتن نمیتوانند مگر اینکه 4 سوال را جواب ندهند. اول اینکه عمر خود را چگونه و در چی راهی به پایان رسانیده است. دوم اینکه علم خود را صرف چی کاری کرده است. سومین اینکه مال خود را از کجا دریافته و به کجا خرج کرده است. چهارمین اینکه جسم خود را در چی راهی به پایان رسانیده است. ای آن نفری که گوش به این سخنها داری، گر از پای شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر که چی کسی و از کجا آمده ای، امروز ها میدانی که چی میکنی، کجا خواهی رفت. با این خاطر در کدام طبقه زندگی که نباشی، بر زمین آهسته بامان که کسان خوابیده اند، آدم و هوا همه پیغمبران خوابیده اند. یا من بحالی دوما علیم، وقفت ببابك انت الكريم، ربي انت رجائي فاقبل